چرا به بعضی از آرزوها خو نمی‌رسیم با اینکه زیاد دنبالشون رفتیم؟ جواب اینجاست. خواسته هایت را آرزو نکن. خودت را در آن خواسته ها تجسم واقعی کن. با تمام وجود، با تمام احساسات واقعی فکر کن. چون جهان با ذهن تو هماهنگه. همون چیزی به تو میده که داری به او فکر میکنی. ذهن چیزهایی که بار بار تکرار شه او واقعیت میپذیره. بعد گفتیم جهان هم با ذهن هماهنگه. هر آن چیزی که میخواهی در بیرون تغییر کنه ابتدا باید در درونت، در خیالات خود او تغییر بپذیری. اگه میخوای پولدار شی باید خود را در همان موقعیت تصور کنی. با تمام احساسات واقعی فکر کنی که ثروتمندی. بری به حالت آگاهی همون فردی که همون خواستر داره. اون وقته که ثروت جذب میکنی. اما اگه از درون احساس کنی که فقیری اما خواستی تو ای باشه که به ثروت دست یابی، این امکان پذیر نیست. تو به جهان نمیگی که چی میخوایی، فقط میگی کی هستی. جهان هم به تو همون چیزی میده که هستی، نه او چیزی که آرزو داری باشی. زندگی یک بازی بیرونی نیست، بلکه یک بازی درونیه. اگه میخوای خوشحال باشی، باید از درون خوشحال باشی. اما اگه از درون ناراحت باشی، حتی در پرجنب و جوشترین محیط هم باشی، بازم احساس ناراحتی داری. هیچ وقت به خوشحالی دست نمیافی. جهان پر از فرکانس های غم، شادی، ثروت، فقر، عشق، شکست. این تویی که با آگاهی انتخاب میکنی که روی کدام سیگنال بری. چه قسم به آگاهی برسیم؟ ذهن خود تغییر دیم، جهان خود تغییر دیم، به او خواسته ها خود برسیم. فقط ساده از تخیل استفاده کنیم. دیدیم وقتی که طفلیم تمام خواسته هایی که داریم به او خواسته ها خود میرسیم. چون از تخیل استفاده میکنه. تخیل مقدسه. تخیل مثل یک پیامبر درونیه. نه فقط به خاطر روی پردازی باشه، بلکه سبب آفرینش میشه. میتونیم به خواسته ها خوب برسیم از طریق تخیل کردن. هر چیزی که در ذهن تکرار شه او به تبدیل میشه به واقعیت. به جهان هم گفتیم با ذهن ما هماهنگه. اون وقتی که به خواسته ها خوب میرسیم و به خوشبختی، به ثروتی که ما، خوشبختی که ما، عشقی که ما به او دست میافیم. خب امیدوارم که این نکات برای شما مفید بوده باشه. اگه مفید بود لطفا سابسکرایب کنین، لایک خوب بزنین و همراهی کنین. همراه بودن شما افتخاره و من دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، بای بای.